خبرهای این ساعت از طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: بهره برداری راه آهن افغانستان و ترکمنستان، راه جهانی تامرات آقینه با حضور رئیسان جمهور دو کشور گشایش یافت. ترکمنستان بهترین همسایه برای همسایگانش است. زمینه برای پیوند شدن بسیاری از کشورهای منطقه به کشورهای اروپایی فراهم خواهند شد. همکاری های نظامی روسیه و هندوستان با افغانستان. مقام های هندی میگویند که رهبران افغانستان، هند و روسیه تا یک هفته دیگر در هند دیدار خواهند کرد. حمایت روسیه و هند نیروهای امنیتی افغانستان به معنای رقابت، به معنای ایجاد تصادم بین روسیه و آمریکا نیست. کشته شدن یک دانش آموز دختر در شهر کابل. این دختر بامداد امروز از سوی پسر عمه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. از خانه بر آمدم دیدم که یک دخترک در روی سرک افتاده بود، مغزای سرش باز شده بود. دو بار میزنم دیگه فکر می‌کنم جای به جای از بین رفتم. و تلفات سنگین گروه داعش در نبرد موصل در عراق. من فؤاد امان هستم. راه جهانی تامرات آقینه بعد در روزهای بیشتر از 93 کیلومتر به بهره برداری سپرده شد. رئیس جمهور غنی در مراسم بهره برداری این راه آهن ترکمنستان را یک همسایه نیک افغانستان خطاب کرد و بر عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی میان دو کشور تاکید ورزید. در این مراسم رئیس جمهور ترکمنستان از ساخت یک راه آهن بزرگ که از فراز رود و آمو خواهد گذشت در آینده های دور خبر می‌دهد. با بهره برداری از راه آهن آتامراد آقینه، افغانستان به راه آهن اروپا پیوند شد. رئیسان جمهوری افغانستان و ترکمنستان در مراسم بهره برداری از این راه آهن بر گسترش روابط ترانزیتی و بازرگانی در منطقه تاکید کردند. در این مراسم رئیس جمهور غنی ترکمنستان را یک همسایه نیک خطاب کرد و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و بازرگانی با این کشور تاکید ورزید. ترکمنستان بهترین همسایه برای همسایگانش است و ما از ترکمنستان به مثابه یک همسایه نیک ابراز امتنان می‌کنیم. از سوی رئیس جمهوری ترکمنستان بهره برداری از راه آهن آتامراد آقینه را یک رویداد تاریخی در گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی در منطقه می‌داند و می‌گوید که قرار است در آینده های دور یک راه آهن بر دریای آمونی ساخته شود. با بهره برداری از این راه آهن که یک بخشی از راه آهن مشترک افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان است، زمینه برای پیوند شدن بسیاری از کشورهای منطقه به کشورهای اروپایی فراهم خواهند شد. در این حال رئیس جمهور غنی در مراسم بهره برداری از این راه آهن بر عملی شدن شمار از پروژه های بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان تاکید دارد. ما در آینده ها قدم های بسیار بزرگی را برمی‌داریم. هدف ما این است که هر یک از ولایت های مرزی ما یک پایگاه بزرگی ارتباطی با کشورهای همسایه باشند. پروژه بعدی ما ترغندی هرات و پس از این یک پروژه بزرگ در بادغیس به بهره برداری سپرده خواهند شد. راه آهن آتامراد آقینه با درازی بیش از 90 کیلومتر یک بخش مهم راه لاجورد است و ترکمنستان در کنار ساخت این راه 3.5 کیلومتر راه آهن تمدیدی این مسیر را در آقینه نیز ساخته است. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با من حضور دارد. خیلی خوش آمدین آقای بهمن. زمان در مورد باز شدن راه ترانزیتی افغانستان با کشورهای دیگر چون تاجیکستان، ایران و ازبکستان گفته میشه مردم افغانستان انتظار دارند تا میزان وابستگی افغانستان به راه ترانزیتی پاکستان کاهش پیدا کنه. آیا با گشایش خط آهن آقینه میان افغانستان و ترکمنستان، افغانستان تا اندازه از وابستگی به راه ترانزیتی پاکستان در واقع فاصله گرفته؟ سلام خدمت شما و بینان عزیز شما و ایره تبریک میگم و مردم افغانستان دستاورد حکومت افغانستان نه تنها هست که بلکه از مردم افغانستان هست، چون مالک از مردم افغانستان هستند. و افغانستان اما قسمی که جلال ناب رئیس جمهور گفت، دیدگاه ما همی است که منافع ملی ما از بود اقتصادی در اولویت ما قرار داره. ما نمیخوایم تقابل با هیچ کشوری داشته باشیم، اما منافع خود در هر جایی که باشه جستجو میکنیم. هر کشوری که با ما بخواد از دار دوستی
پیش بیاید ما هم آغوش ما برش باز هست و باش همکاری میکنیم و واضحاً که ما بدیل‌های متفاوتی داریم و همون قسمی که جلال مآب رئیس جمهور گفت ما دیگه از محاط بودن و حالت انزوا بیرون شدیم و حال راه‌های مختلفی را داریم. شما این سومین کشوری هست که افغانستان از طریق راه آهن وصل میشه. ازبکستان داشتیم یا ایران داشتیم و این هم سومین کشور است و عنقریب هم قرار هست که بخیر در یکی دو سال آینده امین پروسه امتداد پیدا بکنه و وصل شود با شیرخان بندر و از القیاس از طریق مزار شریف وصل شود با ازبکستان و یک خط آهن بین المللی آسیا نام گرفته و از مسیری از این باز ما می‌داریم که دسترسی پیدا بکنیم به خطهای ریل ملی کشورها و از اون طریق راه دیگه آسان‌تر میکنه تا ما دسترسی پیدا بکنیم به بازارهای اروپا و زمینه را مساعد میکنه برای از اینکه میزان داد و ستدهای ما به نحو دیگری تغییر بکنه و ما بتونیم که به شکل آزادش در این تجارت های منطقه‌ای سهیم شویم و همین دیدگاهی بود که ما تقریبا 2 سال قبل راه کردیم که افغانستان آرام آرام میبریم به طرف همون حب اقتصادی یا چارای اقتصادی که بتونه محل ترانزیت کشورها باشه و بتونه که هم خودش در تجارت سهم داشته باشه و هم کشورهای منطقه از این مسیر عبور بکنه که خوشبختانه ما کم کم داریم به این پروژه های بنیادی و زیربنایی که در بخش اتصال منطقه و همکاری های اقتصادی منطقه است میرسیم و در واقع میخواین بدیل برای پاکستان داشته باشین. واضحا منافع کشور ما همون چیزی که جلال مآب رئیس جمهور گفت دقیقاً همین است که ما از انزوا میخوایم برای و الटरनेटिव های یا بدیل های متفاوتی داشته باشیم تا از انحصار مشخصا یک کشوری هر کدومش که باشه ما بیرون و واکنش کشور مشخصه به خصوص پاکستان چی خواهد بود در برابر این تلاش های حکومت افغانستان؟ واضحا که اونها هم باید درک بکنن که هر کشور منافع ملی خودش داره و اولویت میده به منافع ملی خودش و افغانستان هم جدا از همون نیست و منافع ملی ما اولویت داره. ما زمانی ما میتونیم در یک بازی برد باشیم. هیچگاه دیگر دولت افغانستان قبول نخواهد کرد که در یک بازی باخت برد باشه که یک جانب ببره اما افغانستان بازنده باشه. ما دیگه دنبال ازی میگردیم که منافع ملی اقتصادی ما در کجا تامین میشه و ما از کدام راههای مناسب میتونیم که مال تجاری ارزان به دسترس داشته باشیم و به سهولت بتونیم اقلام صادراتی ما صادر بکنیم که متاسفانه یکی از کشورهایی که پیرامونی ما بود اکثرا در بعضی مواقع ها برای ما موانعی خلق میکرد برای صادرات اجناس. اما آقای بهمن یک بحث دیگر هم وجود داره. گفتم میشه که افغانستان اقلام زیاده برای صادرات نداره و هر قدر راههای وارداتی به روی کالاهای کشورهای بیرونی به افغانستان بازگردد چون ظرفیت صادرات افغانستان خیلی پایین است، تولید کالاها در افغانستان شکننده است، بیشتر تولیدات داخلی افغانستان شکننده تر می سازه و آسیب می رسانه به صنایع داخلی افغانستان، کالاهای تولیدی افغانستان. شما می‌دانید که ما در این سال 2015 یا سالی که گذشت ما برای اولین بار بالای 550 میلیون دلار صادرات خود داشتیم. یک افزایش چشمگیری بود و این ناشی از این بود که بعضی سهولت‌های صادراتی را ما برشان در نظر گرفتیم. بندر چابهار آهسته آهسته باز شد و در کنار از او یک تفاهم میان سکتور خصوصی و خطوط هوایی ایجاد شد که اقلامش را به قیمت‌های مناسب‌تر انتقال بدن. همین بود که وضعیت تجارت ما این دیدگاهمان واضحاً که در کوتاه مدت ما نمیتونیم که همه اقلام صادراتی ما و کسر بلانس تجارت ما در یک شبه تغییر بدیم، اما با دیدگاه طویل مدت ما نزدیک که ما از این راهها برای انکشاف صادرات ما هم استفاده بکنیم و واضحاً که در کوتاه مدت ما به این مسیر نیاز داریم. البته از این بود که دیگر موانع‌های ایجاد نشود. مثلا شما می‌بینید که در فصلی که میوه‌جات ما بود، اقلام مثلا سبزیجات ما بود، اکثرا ما با مشکل مواجه بودیم، با سهولت نمیتونستیم به بازارهای جهانی از مسیر یک کشور مشخص انتقال بدیم. حالا خوشبختانه مسیرهای متفاوتی هست و ان قریب هم جلال مآب رئیس جمهور سفری می داشته باشند در این و در اونجا هم اعلان خواهد کردن که اولین طیاره چارتری که اقلام صادراتی افغانستان انتقال بده به بازارهای این او را هم اعلان میکنند و خوشبختانه دیگه افغانستان داره که راههای بدیل و متفاوتی را برای تجارتش داره. حکومت افغانستان چگونه میتونه از این راهها بهره برداری بهینه و مطلوب ببره؟ آیا برنامه و استراتژی برای کارگیری از این بنادر وجود دارد؟ دقیقاً هست. سند ملی که چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان که ترتیب شده در او تمام مواردی که ما را آهسته آهسته به طرف صادرات محور شدن ببره و پیرامون از او کارهای انجام شده که مثلا ما شکل PPP مشارکت عامه و خصوصی را ایجاد کردیم تا سکتور خصوصی ما دلجم بتونه سرمایه‌گذاری بکنه و عملی هم قوانینی برای حمایت از سکتور خصوصی ما و صنایع داخلی ما ترتیب شده که میتونه اونها آهسته آهسته
آهسته به منصه اجرا قرار بگیره و این راههایی که آهسته آهسته باز میشه بتونه که یک نوید بخش در آینده ها برای اقلام صادراتی ما باشه و آهسته آهسته بتونیم که کسر بلانس تجارت ما به یک وضعیت بهتر. سپاسگزارم. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان. از دیگر حل مشکلات سیاسی در افغانستان زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی در این کشور فراهم می‌سازد. رئیس جمهور ترکمنستان با ابراز این مطلب میگوید که حل مشکلات سیاسی و نابودسازی افراطگرایی و هراس افغانی در افغانستان میتواند زمینه‌های بهتر ثبات پایدار را در این کشور به میان آورد. با این همه رئیس جمهور غنی میگوید که با در نظر داشت گرمی روابط اقتصادی و سیاسی با ترکمنستان، بسیاری از شهروندان کشور خواهان گسترش روابط با ترکمنستان هستند. و میگوید که افغانستان برای کشورهای همسایه رفاه می‌خواهد، نه هراس افغانی و افراطگرایی. در مراسم بهره برداری از راه آهن آقینه که با کمک ترکمنستان ساخته شده است، رئیس جمهوری این کشور بر افزایش کمک‌های ترکمنستان به افغانستان و طرح‌ریزی پروژه‌های بزرگ مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تاکید می‌ورزد. وی میگوید که حل مشکلات سیاسی در افغانستان یگانه راه رسیدن این کشور به ثبات اقتصادی در منطقه است. می‌دانیم که حل شدن مسائل مربوط به تروریسم و افراطگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر شرایط مناسب زندگی و اقتصادی مردم را، میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان را ایجاد خواهد کرد. سیاست اقتصادی ترکمنستان و افغانستان است که هر همسایه را شریک رفاه خود می‌دانیم. با هیچ همسایه ضدیت نداریم جز ای که اونا منافع منطقوی و منافع ملی را زیر پای بگذارند. از سوی رئیس جمهور میگوید از آنجایی که داد و ستدهای بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ترکمنستان به مرحله نوین رسیده است، بسیاری از مردمان افغانستان موفقیت‌های ترکمنستان را موفقیت‌های خودشان می‌دانند. سرمایه گذارای افغان و دولت افغان موفقیت ترکمن باشی را میخواهند، از خاطر که ما همه ترکمن باشی را راه ارتباط خود، یکی از راه عمده ارتباط خود با اروپا و ساحل اروپا آسیا میدانیم. در عین حال من امروز خاصتا افتخار دارم که یکی از آرزوهای قهرمان ملی ما امان الله خان در حال عمل شدن است. در همین حال رئیس جمهور غنی به پاس روابط نیک ترکمنستان با افغانستان مدال وزیر محمد اکبر خان را به قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان اهدا کرد. مدال اکبر خان را تقدیم کردین. این نشانه بزرگی هست برای ما. من به نوبه اول این نشان را به عنوان احترام به مردم ترکمنستان تلقی میکنم. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که تا سال 2018 میلادی کشورش میزان برق صادراتی را به افغانستان از 150 مگاوات به 500 مگاوات افزایش خواهند داد و با بهره برداری از پروژه تاپی افغانستان سالانه تا 1 میلیارد دلار حق ترانزیت به دست خواهد آورد. هند روسیه در کار ترمیم نزدیک به 50 چرخبال ارتش افغانستان کمک خواهند کرد. مقام‌های هندی میگویند که رهبران افغانستان، هند و روسیه تا یک هفته دیگر در هند دیدار خواهند کرد و چگونگی ترمیم چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان در این نشست به بحث گرفته خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع ملی نقش هند را در ترمیم چرخبال‌های ارتش افغانستان بسیار سازنده می‌داند. این وزارت میگوید که ده‌ها چرخبال ارتش برای ترمیم به کشور چک فرستاده شدند. رئیس جمهور غنی به ولایت بلخ رفته است. محمد هارون چغانسوری هدف از سفر رئیس جمهور به ولایت بلخ را بررسی اوضاع عمومی ولایت بلخ می‌داند. به گفته سخنگوی رئیس جمهور در این سفر روی تغییر و تبدیل مقام‌های محلی بحث نمی‌کند. هدف این سفر مشخصاً تغییر تبدیلی نیستند، صرف غمشریکی همراه ولایت مردم ولایت شریف ولایت بلخ هستند و اوضاع عمومی بلخ بررسی می‌کنند که امکان داره بعداً روی از این مسائل بحث شد. ولی هدف این سفر چنین چیزی نیست. اداراتی که کامیاب هستند دستاوردهای خوب دارن، از اونها باید قدردانی شود که ولایت بلخ یک است.
یک دانش آموز دختر در حوزه هفتم پلیس در روی جاده با شلیک گلوله کشته شد. این دختر هنگامی که بامداد امروز با 2 خواهر دیگرش به مکتب میرفت از سوی پسر عمه‌اش با شلیک 2 گلوله در سرش کشته شد. نزدیکان این دختر میگویند که پسر عمه وی خواستگارش بود، اما پدرش به علت اینکه هنوز کودک است او را نامزد نکرده بود. فضای اینجا هنوز وحشت زده است. 40 ستون منطقه باغ رئیس. در اینجا رویداد حال و هوای این بخش کابل را برهم زده است. امنیت برقرار کنند. هر کدام دختر بچه را میزنند یا یک دختر که از اینجا دست خلاص دیگه نفر نیست که او را دوستش بگیره. دختر دانش آموز در اینجا پیش چشمان 2 خواهرش کشته شد. من از خانه بر آمدم دیدم که یک دخترک در روی سرک افتیده بود، مغزای سرش باد شده بود. یک بچه تفنگچه در دستش بود، طرف بالا طرف جنگلک میرفت، در موتر که دست میداد موتر را استارت نکرد. نازیلا در مکتب سلطان رضی آموزش میدید. امروز با خواهرانش برای سپری کردن آزمون‌های سالانه به مکتب میرفت. یکی از آموزگاران نازیلا رویداد را با چشمان خودش دیده است. دو بار میزنن دیگه، فکر میگم جای به جای از بین رفتم. ما دوستی آخرم اونجا من استاد بودم، بردنش شبخانه بردنش. نزدیکان نازیلا انگیزه قتل را چنین بازگو میکنند. بچه همیشه اخطار دادم، خواستگار ازی بود، چون سن ازی خورد بود، فامیلش پدر مادرش گفتن که نازایی به سن قانونی خود نرسیده که ما به تو بده و این دخترم جواب داده بدش. پلیس کابل از بازداشت مهاجم خبر میدهد و می‌افزاید که بازجویی ها از او ادامه دارند. 40 ستون که یکی از ناامن‌ترین بخش‌های کابل به شمار می‌رود، در چند ماه اخیر گواه بیشترین رویدادهای جنایی بوده است. معین سیاسی وزارت امور خارجه ترویج و رعایت ارزش‌های حقوق بشری را از رسالت‌های حکومت افغانستان می‌داند و می‌گوید که حکومت بر بنیاد قانون اساسی بر اجرایی شدن مواد آن شمار از کنوانسیون‌هایی که افغانستان عضویت آن را دارند اقدامات جدی خواهد کرد. حکمت خلیل کرزی می‌گوید که تحقق ارزش‌های حقوق بشر بر مشروعیت نظام و تقویت ثبات سیاسی کشور می‌افزاید. با نزدیک شدن زمستان بهای سوختبار به ویژه چوب به یک بارگی تا 10% افزایش یافته است. شمار از باشندگان پایتخت نبود نظارت بر بازارهای سوختبار را از علتهای افزایش بهای این مواد می‌دانند و می‌گویند که آنان توان خرید سوختبار را در زمستان ندارند. اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که افزایش تقاضا به مواد سوخت در بازارها از علتهای افزایش بهای آن است. وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی از پیوند شبکه فایبر نوری کشور به شبکه فایبر نوری چین خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که گفتگوها برای پیوند شدن شبکه فایبر نوری کشور با چین از راه بدخشان آغاز شدند و چین علاقه‌مند است که افغانستان را در این بخش یاری رساند. از سوی هم شمار از آگاهان با استقبال از پیوند شبکه فایبر نوری کشور با شبکه فایبر نوری چین می‌گویند که با این کار افغانستان از وابستگی به خدمات اینترنتی پاکستان رهایی خواهد یافت. هرچند در حال حاضر شبکه فایبر نوری کشور با شبکه‌های فایبر نوری کشورهای همسایه پیوند شده است، اما گفته می شود که به علت مشکلات در شبکه فایبر نوری پاکستان وزارت مخابرات تلاش دارد تا شبکه فایبر نوری چین را جانشین شبکه فایبر نوری پاکستان بسازد. مسئولان وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی میگویند که هدف از انتقال فایبر نوری از چین به افغانستان گسترش ساحه پوشش خدمات مخابراتی و اینترنتی با کیفیت بلند در کشور است. چون پاکستان سره زمونږ کله ناکله اړیکې مناسبې نه وي، څنګه دوی فایبر په اصطلاح موږ ته صحیح خدمات د فایبر نه راکوي، نو موږ کوښښ کوو چې د پاکستان نه د فایبر د لارې موږ ځان آزاد کړو او انډیپنډنټ واوسېږو. نو موږ د واخان د بدخشان د لارې موږ غواړو د چین نه فایبر افغانستان ته وارد. در همین حال شمار از آگاهان بخش فناوری اطلاعاتی در کشور پیوند یافتن شبکه فایبر نوری کشور را با شبکه فایبر نوری چین از راه واخان بدخشان کم هزینه می‌دانند و میگویند که پیوند شدن شبکه فایبر نوری با چین گذشته از افزایش درآمدهای ملی، زمینه ارزی خدمات بهتر و کم هزینه تر را در کشور فراهم خواهد ساخت. انتقال شبکه فایبر نوری از مسیر راه ابریشم و یا به عبارت دیگر از دهلیز واخان میتواند برای کشور ما با هزینه خدماتی کوچکتری یا نازلتری تمام شود و ضمن از اون ساحاتی که از خدمات اینترنتی برای من نیستن میتوانند تحت پوشش قرار بده.
بر بنیاد اطلاعات وزارت مخابرات در حال حاضر شبکه فایبر نوری به درازای 5000 کیلومتر در 27 ولایت کشور کشیده شده است، اما شمار از شهروندان کشور میگویند که در بسیاری از بخش‌های کشور خدمات اینترنتی از راه فایبر نوری وجود ندارد. حکومت عراق از کشته شدن نزدیک به 1000 جنگجوی داعش در شهر موصل خبر می‌دهد. یک فرمانده نیروهای ویژه عراق میگوید که این جنگجویان در درگیری با نظامیان عراق و حمله‌های هوایی ائتلاف ضد داعش کشته شدند، اما درباره تلفات نیروهای امنیتی عراق چیزی نمیگوید. در همین حال ارتش عراق میگوید که در جریان عملیات موصل در جنوب این شهر یک بازداشتگاه جنگجویان داعش را پیدا کردند. نبرد موصل که اخیراً به کندی به پیش می رود، فرمانده های ارتش عراق علت آن را گیر ماندن افسران غیر نظامی در این شهر می دانند. یک فرمانده نیروهای ویژه ارتش عراق در شهر موصل می گوید که هرچند حمله های انتحاری و انفجاری جنگجویان وابسته به گروه داعش در مقایسه با گذشته کاهش یافته‌اند، اما گیر ماندن غیر نظامیان عملیات آنان را با چالش های روبرو ساخته است. در همین حال این فرمانده ارتش عراق می گوید که تاکنون نزدیک به 1000 جنگجوی داعش در عملیات پسگیری موصل از سوی ارتش عراق کشته شده‌اند. اکنون ما در داخل شهر در نبرد هستیم که نفوذ آن 1.8 میلیون نفر گفته شده است. بر بنیاد توصیه فرمانده ستاد ارتش غیر نظامیان برای آن که مسئول باشند باید در داخل خانه هایشان بمانند بدون اینکه جانهایشان را به خطر بیندازند. اما این هم زندانی است که جنگجویان وابسته به گروه داعش به جا مانده است. نظامیان عراق میگویند که این زندان در یک محل مسکونی در جنوب موصل موقعیت دارد. به گونه مثال آنان بالای این دریچه پرده تاریک را هموار میکردند. هیچ یک از همسایگان ما نمیتوانستند داخل آن را نگاه کنند. باشندگان محل میگویند هنگامی که جنگجویان داعش این بخش‌ها را ترک کردند، این زندان را به آتش کشیدند تا شواهدی از آنان بر جا نماند. سازمان جهانی غذا با قلت کمک‌های بشردوستانه در شرق حلب روبروست. معاون هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان غذای جهانی در سوریه میگوید که تا اکنون آنان کمک‌های بشردوستانه را به بیجا شدگان شهر حلب توزیع کردند، اما اکنون بیشتر کمک‌ها را در اختیار ندارند تا به بیجا شدگان بخش‌های شرقی حلب کمک کنند. شرکت خصوصی GSC که کابل بانک نو را می‌خرد از زمانگیر بودن روند خصوصی سازی این بانک انتقاد می‌کند. مسئولان این شرکت می‌گویند که بیشتر از 7 ماه از روند خصوصی سازی این بانک می‌گذرد و در این مدت $500,000 را در این روند هزینه کردند، اما تا هنوز سرنوشت این بانک روشن نیست. در همین حال وزارت مالیه می‌گوید که تمامی اسناد این شرکت خصوصی را برای بررسی به بانک مرکزی فرستادند و بانک مرکزی باید در این بخش جوابگو باشد. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان به 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. ادامه خبرها در تولو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از تولو. روند خصوصی سازی کابل بانک نو شرکت GSC یگانه خریدار این بانک را دلسرد ساخته است. مسئولان این شرکت میگویند که بیش از 7 ماه می شود که برای خریدن کابل بانک نو درخواست کردند، اما تا کنون نتوانستند این بانک را بخرند. این شرکت هشدار می دهد که اگر حکومت مراحل خصوصی سازی این بانک را هرچه زودتر به پایان نرساند از سرمایه گذاری در این بانک منصرف خواهند شد. که آیا دولت افغانستان واقعا آماده است بانک را بفروشه که ما هم آماده خریدش هستیم و سرمایه گذاری تا سقف $1 میلیارد آمریکایی یا نه؟ در غیر ما آماده هستیم یک بانک دیگر بسازیم و نیاز نیست که نوی کابل بانک از دولت افغانستان خریداری بکنیم. در این حال رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید که تمام اسناد این شرکت خصوصی را برای بررسی به بانک مرکزی فرستادند. 8 ماه را امی پروسه مراحلش بر گرفت و بعد از اینکه مراحل تکمیل شد از وزارت مالیه و کمیته موظفش اونها اسناد دیدن بررسی کردن و این به بانک مرکزی روان شد. بانک مرکزی هم طبعا تا جایی که من خبر دارم 3 تا 6 ماه را اونها وقت کار دارن که برن نمی کمپانی را بررسی های ملازمه مطابق قانون بانکداری انجام میدن. خواستیم در این باره نظر مسئولان بانک مرکزی را داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند.
به گفته وزارت مالیه شرکت GSC 1 میلیارد دلار در کابل بانک نو سرمایه گذاری می کند و این شرکت با هزینه 51 میلیون دلار این بانک را خریداری خواهد کرد. شمار از باشندگان ولایت نیمروز با شکایت از کندی کار در پروژه بند کمالخان میگویند که از 2 سال به این سو کار این بند متوقف است. آنان میگویند که با وجود وعده های رهبران حکومت وحدت ملی برای شدت کار این پروژه تا اکنون کار بخش سوم این بند آغاز نشده است، اما مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که برای عملی شدن بخش سوم بند کمالخان 100 میلیون دلار نیاز است. شمار از باشندگان ولایت نیمروز با در نظر داشت کمبود آب برای کشت در این ولایت میگویند که از سالهاست برای تکمیل شدن کار ساخت بند کمالخان چشم امید دارند، اما حکومت در ساخت این بند بی‌پروا است. آنان میگویند که از 2 سال بعد این سو کار ساخت بخش سوم بند کمالخان با مشکل روبرو است، در حالی که بر بنیاد وعده‌های مقام‌های حکومتی باید این بند پیش از این ساخته میشد. خود اشرف غنی چندین دفعه در تلویزیون بسیار گفته که ما عروضای ما بند است و زراعت است و ما زراعت پیش میبریم. حالا ما نمیبینیم زراعت پیش بردن. با امید ازی هستیم که یک روز ما زنده باشیم که کار بند کمالخان اقلا اگه تا آخر شما عمر ما با ما اگه وفا میکنه نمیکنه که همه قدر که فاز سیام شروع شد. از سوی هم مسئولان حوزه هابی هیرمند میگویند که با ساخته شدن بند کمالخان بخش بزرگ از آب دریای هیرمند مهار خواهد شد. هدف از این پروژه یکی کنترل سیلاب هاست، دوم از تولید برق است، از 9 مگاوات برق تولید میکنه و همچنین آبیاری میشه 85,000 هکتار زمین میباشه که در سطح ولایت نیمروز در تدارکاتی پړاوونه طی سوي دي، کمپنیګانې ورته مشخصې سوي دي، صرف د آخري پړاو چې منظوري هغه ته وقت پکار ده، دغه کیږي انشاءالله کار شروع کیږي. این در حال است که برای ساخت 2 بخش بند کمالخان بیش از 4 سال سپری شد و گفته می شود که برای آغاز کار بخش سوم آن 100 میلیون دلار بودجه و 3 سال زمان نیاز خواهد بود. خانواده احمد یشچی والی پیشین جوزجان جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور را به لطکوب احمد یشچی متهم می کنند. خانواده و نزدیکان احمد یشچی میگویند که احمد یشچی در یک بازی بزکشی از سوی دوستم و نگهبانانش لطکوب شد و او هنوز هم در بند دوستم به سر میبرد، اما افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم این ادعا را رد میکنند. عصر روز جمعه گذشته شبرغان گواه برگزاری یک بازی بزکشی بود. پیش از این مسابقه جنرال دوستم گرفته بود. ظاهراً این اشکریزی از بهر نگهبانانش است. این نخستین بار است که جنرال دوستم در برابر همگان اشک میریزد و میگیرید. اما پسانتر رویدادهای دیگری نیز رخ میدهند. نگهبانان آقای دوستم والی پیشین جوزجان و معاون پیشین حزب جنبش ملی را در برابر همگان لطکوب میکنند و سپس او را به خانه جنرال دوستم میبرند. جنرال دوستم آمدن در میدان اینجا صاحب صدا کردن، اینجا صاحب احمد همین جستن و سپاس سربازشان رای کردن که اینجا صاحب بتل اینجا. جنرال صاحب دوستم به امر آذربایجان خواست با شخص به سینه جنرال و پای با سر انجینر صاحب پای من بس یک دفعه باز بعدیش عسکرایش خواست کش کرده با سر پیش موتر لونگی انجینر صاحب با میدان غلط. پسران آقای یشچی میگویند که وی از 4 روز بدین سو در بند جنرال دوستم است و سرنوشت وی خبر نیست. از روز جمعه امروز 4 روز میشه که ما از حالتشان خبر نداریم و به قبضه به اسارت جنرال دوستم قرار دارد. اینطور خودسرانه در خانهشان برده تا امروز در هوای سرد پدر ما را نگاه کردن، ما علتش نمیفهمیم. دولت از ما پرسان نمیکنه، هیچ کس در داد ما نمیرسه. صدها تن از بزرگان قومی ولایت جوزجان برای پادرمیانی نزد جنرال دوستم رفتند تا بخواهند که احمد یشچی رها شود، اما به نظر میرسد که این پادرمیانی ها نیز نتیجه ندادند. گفته می شود که جنرال دوستم در گذشته نیز متحدان سیاسی و مخالفان سیاسیش را لطکوب کرده است. حتی گزارش های وجود دارند که در برخی از حالتها دوستان آقای دوستم نیز از لطکوب وی به بهره نماندند.
وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که آنان برای رویارویی با رویدادهای طبیعی در زمستان پیشرو آمادگی‌های خوبی گرفتند. آقای برمک از بهر پاسخگویی درباره چگونگی آمادگی‌های این نهاد در فصل زمستان به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، میگوید که این نهاد 200 میلیون افغانی را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی احتمالی در کشور اختصاص داده است. مجلس نمایندگان وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی و حالات فوق‌العاده را از بهر پاسخگویی درباره برنامه‌های آینده این نهاد به مجلس نمایندگان فراخوانده است. تایکوندی در سال جدید تا جایی که میفهمیم اگر این کار حل نشده باشه، وزارت فواید عامه گفته بود که دیگه قرارداد نمیکنیم با شرکت ها برای باز نگه داشتن راه ها. ماشینری موجود ما کار میکنه. این به معنی جواب دادن مردم از اینکه شما دیگه راه باز ضرورت نداشته باشین. یک دانه ماشین داره. تدابیر پیشگیرانه در مناطق تحت تعدیل، تدابیر تدارکاتی در مراکز ولسوالی‌های دور افتاده و صعب العبور که از این بیال بند است تا 6 ماه دیگه. څه ولسوالۍ د کندهار تاسو تر اوسه څه کومک ورسره کړی دي یا په څه پلان لرئ دې خلکو ته؟ ویس احمدی برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که این نهاد 200 میلیون افغانی را برای رویارویی با حوادث احتمالی در زمستان امسال اختصاص داده است و در هر ولایت 3 تا 5 میلیون افغانی فرستاده می شود. ما آمادگی داریم برای 20,000 فامیل در جریان زمستان. در صورت خدا ناخواسته حوادث اتفاق بیفته، امکانات مواد غذایی برای 20,000 فامیل است که پاسخگویی صورت بگیره. آقای برمک میگوید که تمامی ولایت‌ها بر بنیاد آسیب پذیری از رویدادهای طبیعی رده‌بندی شدند و بر رویدادهای احتمالی در این ولایت‌ها به گونه درست رسیدگی خواهد شد. کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم از امکانات این کمیسیون بهره میبرند. برخی این کمیشنران میپذیرند که هر کدام آنان یک موتر ضد گلوله، یک موتر هایلکس تعقیبی، یک کامپیوتر لپتاپ و یک تلفن همراه کمیسیون انتخابات را با خودشان دارند. در همین حال منشی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون با کمبودی‌ها و چالش‌های بزرگی روبروست. مشاوران رئیس جمهور با امکانات کمیسیون مستقل انتخابات. کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری هنوز هم از امکانات این کمیسیون بهره میبرند. یک موتر ضد گلوله، یک موتر هایلکس تعقیبی، یک کامپیوتر لپتاپ و یک تلفن همراه کمیسیون مستقل انتخابات مشمول این امکانات هستند. رئیس جدید کمیسیون مستقل انشاءالله با مشوره به رهبری دولت اسلامی افغانستان در تحقیقات خود میکنیم که آیا اونا برده و یک ملکیت به کی ارتباط میگیره. اگر به کمیسیون بوده باشه باید به کمیسیون برگردانیده شود. برخی از کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که بهره‌مند بودن از این امکانات را میپذیرند، اما در برابر دوربین چیزی نمیگویند. کمیسیون مستقل انتخابات کمبودها و چالش‌های دیگری نیز دارد. همکنون این کمیسیون با کمبود بیش از 170 کارمند همیشگی در کابل و ولایت‌ها روبروست. کوشش میکنیم که چالش‌ها به صورت درست از بین برده شود تا که کمیسیون بتونه به شکل درست کار خود آغاز کنه و با یک مکانیزم قوی کار خود آغاز کنه تا که اعتماد مردم خود به دست بیاره. در روزهای اخیر رئیس جمهور فرمان داد که تمامی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به حیث مشاورانش گماشته شدند. در این فرمان آمده است که تقرر این مشاوران با حفظ امتیازهای اداری و امنیتی کنونی تا تعیینی آنان به وظایف دیگر منصور است. این عمل رئیس جمهور یک رشوت سیاسی است که هدف آن پنهان کردن تقلبات انتخاباتی سال 1393 است. موقف دادن برای کمیشنرهای قبلی به عنوان مشاور متاسفانه دو پیامد منفی دارد. یک پیامدی است که به فرهنگ تقلب گسترده در انتخابات کمک میکنه و نقشش گسترده تر میشه. در این میان نهادهای نظارت کننده انتخابات امتیازدهی ها را برای کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی سخت به باد انتقاد میگیرند. پروسیجرهای اداری در ادارات دولتی همی است زمانی که مکتوب مبنی بر انفصال کارمندان وارد میشه و اداره مکلف است که بخش منابع بشریش و یا دیگهش چیزایی که لوازمی که مربوط به اداره میشه اونا را بگیرن. کمیسیون مستقل انتخابات امکانات زیاد داشت، اما هرگاهی که
هر مقامی از این کمیسیون یا از وظیفهش برکنار شده است و یا هم مأموریتش به پایان رسیده است، امکانات را از کمیسیون مستقل انتخابات با خودشان بردند. در تازه ترین مورد کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات امکانات را از این کمیسیون با خودشان بردند. شاید این رسم از گذشته بر این کمیسیون مانده است. عبدالولی آریان، سولو نیوز، کمیسیون مستقل انتخابات. مجلس نمایندگان در اقنامه رسمی از رئیس جمهور می‌خواهد که فیصله های این مجلس را درباره سلب صلاحیت وزیران حرمت بگذارد. مجلس نمایندگان میگوید که ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده خلاف قانون است. در همین حال شمار از نمایندگان رهبران حکومت را از بهر عمل نکردن به تعهداتشان به بی‌پروایی متهم می‌سازند. اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه این مجلس میگویند که ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده تنش‌ها را میان این مجلس و حکومت بیشتر خواهد ساخت. اعضای مجلس در نامه رسمی از رئیس جمهور می‌خواهند که قانون را حرمت بدارد و نگذارد که وزیران سلب صلاحیت شده به کارهایشان ادامه دهند. رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و صلاحیت‌های خود را بر اساس احکام قانون اساسی اعمال می‌کند. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس رهبران حکومت را از بهر عمل نکردن به تعهداتشان سخت انتقاد می‌کنند. کسایی که در رأس قدرت است از اینکه عدالت و برابری را بر تمام اتباع افغانستان تامین کنند، اونا خودشان بی‌عدالتی میکنند. مبارزه با کشت و قاچاق و مواد مخدر اصلا وجود ندارد. حکومتداری خوب اصلا نمیبینیم. فساد اداری به کجا رسیده؟ اگر ما میخواهیم یک افغانستان ویران و در بدر را برای نسل آینده خود و اولادای خود به میراث بگذاریم، پس سکوت کنیم و محافظه کاری کنیم. در همین حال انتقادهای نیز وجود دارند که اعضای مجلس نمایندگان هم مسئولیت‌هایشان را به گونه درست انجام ندادند. میتونین با یک سلس پیشنهاد و با دو سلس محکمه رئیس جمهور را دایر کنین. اینو غیر دو تا پوش را داریم. شما میتونین عضو سر محکمه را عزل کنین. اگر معامله نکردین، اگر ترس ندارین، اگر مظهر اراده ملت هستین، اگر قانون، پس این مکتوب و مکتوب بازی چیست؟ شما جایگاه پارلمان برای نسل آینده به صفر یکسان میکنین. از این میان 7 وزیر از بهر مصرف کردن کمتر از 70% بودجه های توسعه‌ایشان سلب صلاحیت شدند. اما ریاست جمهوری با این تصمیم مخالفت نشان داد و از دادگاه عالی خواسته است که قانون را در این باره تفسیر کند. کمیسیون‌های انتخابات کارهایشان را برای به میان آوردن اصلاحات در روند برگزاری انتخابات آغاز کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فهرست رای دهندگان را ترتیب خواهند کرد و نیز مکان‌های مراکز رایدهی را تغییر خواهند داد. در همین حال رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که بررسی‌ها را برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های کمیسیون آغاز کردند. از سوی هم رئیس جبهه نوین ملی افغانستان حکومت را به زمینه‌سازی تقلب‌ها در انتخابات‌های آینده متهم می‌سازد. اعضای تازه کمیسیون مستقل انتخابات در دومین نشست خبریشان آماده سازی فهرست نام‌های رای دهندگان و نیز به میان آمدن تغییرات را در جاهای 7000 مرکز رایدهی که از سال 2004 تا کنون در جاهای معین قرار داشتند در کار شفافیت انتخابات‌های آینده اثرگذار می‌دانند. که مونږ صحیح او درست واجد شرایط او لیست مونږ ولرو د مونږ راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف وي. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز تعهد می‌سپارند که راهکارهایی را برای مبارزه با فساد، تقلب‌ها و تخلف‌ها در انتخابات ایجاد خواهند کرد. ارزیابی همه‌جانبه کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر تشخیص آسیب‌پذیری‌های آن میباشد که کدام موارد آسیب‌پذیر هستند و در برابر کدام نوع انواع فساد اداری، فساد سیاسی و تقلبات و مشکلات و تخطی‌های انتخاباتی می باشد. در همین حال رئیس جبهه نوین ملی افغانستان میگوید که حکومت دیدگاه‌های سیاستگران و نهادهای جامعه مدنی را در اصلاحات انتخابات در نظر نگرفته است. ملی جبهه پر ملی شورا غږ کوي چې حکومت اجازه ورنکړي چې د پارلمان د قانون جوړولو صلاحیت حکومت خپل کړي. موږ په شورا غږ کوو چې په علني ډول د حکومت دغه غیر قانوني تقنینی فرمان رد کړي. این مقام پیشین حکومت گماشته شدن اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به حیث مشاوران ریاست جمهوری یک رشوه سیاسی به این افراد می‌داند. این عمل رئیس جمهور یک رشوت سیاسی است
که هدف آن پنهان کردن تقلبات انتخاباتی سال 1393 است. و میان آمدن تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی نخستین تعهد حکومت وحدت ملی است که پس از سپری شدن بیش از 2 سال جامعه عمل می‌پوشد. ربابه، یک دختر معلول افغان، با نمایش نقاشی‌هایش به معلولان نیازمند کمک می‌کند. ربابه محمدی که از هر دو دست و پا معیوب است نمی‌تواند مکتب برود، اما با گرفتن قلم در دهن نقاشی می‌کند. ربابه بدین باور است که معلولیت محدودیت نیست و یک انسان معلول نیز می‌تواند تلاش‌های فراوان انجام دهد. ربابه محمدی 16 سال دارد. او از هر دو دست معیوب است و نتوانست به آرزوی مکتب رفتنش برسد، اما 4 سال پیش با گرفتن قلم در دهن نقاشی را آغاز کرد و اکنون عاشق این هنر است. چندین اثر نقاشی ربابه در نمایشگاه در کابل در معرض دید همگان قرار گرفتند و پول به دست آمده از آن برای کمک به معلولان دیگر هزینه خواهد شد. در همین حال شماری از بازدید کنندگان نمایشگاه اثرهای هنری ربابه در کابل میگویند که در دورنج مردم جنگ زده افغانستان به ویژه کودکان در نقاشی های ربابه با نخستین نگاه به آنها درک میشوند. بزرگترین مشکلی که امروز نسبت به خانم ها وجود دارد یا خشونت که وجود دارد، خشونت نوع نگاه به خانم هاست. خانم ها باید محصور در خانواده باشند، خانم ها باید دست به کارهای بزرگ سیاسی نزنند، خانم ها نسبت به جامعه خیش نباید حساس باشند و با کاری که ربابه انجام داده میتوانند از پشت انحصارها و زنجیرها برآیند. همانند این کودک در تصویر، ما شمار زیاد از کودکان کارگر در کشور داریم. هدف ما هم همین است تا زمینه مکتب رفتن با آنان فراهم شد. می‌خواهیم تا این کودکان بتوانند یک آینده درخشان داشته باشند. خب ربابه وضعیت کنونی کودکان را در افغانستان نقاشی کرده است و با این کار توانسته است تا صدای کودکان نیازمند را بلند کند. ربابه با هنر نقاشیش شهرت فراوانی در میان مردم پیدا کرده است. او رمز موفقیتش را توکل بر خدا، حمایت و تشویق نزدیکان و دوستانش می‌داند. شورای ولایتی و باشندگان ولایت بغلان حکومت را در کار نابودسازی هراس افغانان در این ولایت ناتوان می‌دانند. آنان میگویند با آنکه چندین ماه از سقوط ولسوالی دهنه غوری می‌گذرد، اما نیروهای دولتی تا اکنون نتوانستند که بغلان را به ویژه ولسوالی دهنه غوری را از وجود هراس افغانان پاکسازی کنند. آنان هشدار می‌دهند که اگر ولسوالی دهنه غوری از وجود طالبان پاکسازی نشود، شهر پلخمری سقوط خواهد کرد. از سوی هم شمار از بیجا شدگان نبردهای بغلان میگویند که با سرد شدن هوا دشواری‌های آنان 2 برابر شدند. شورای ولایتی بغلان میگوید که حکومت در پسگیری ولسوالی دهنه غوری از نزد طالبان ناتوان بوده است. شماری از اعضای این شورا میگویند که ولسوالی دهنه غوری از ماه‌ها بدین سو در اداره طالبان است، اما حکومت هیچ برنامه برای پسگیری این ولسوالی ندارد. آنان هشدار میدهند که ادامه حضور طالبان در این ولسوالی سبب سقوط شهر پلخمری خواهد شد. چرا در دهنه غوری 3 ماه میشه دولت حکومت اقدامی برای بازپسگیریش نمیکنه؟ این سوالی را باید جواب بگویند همین کسایی که در رأس نهادهای امنیتی در بغلان هستند و همون کسایی که در سطوح بالای امنیتی در سطح کشور هستند، در وزارتخانه ها و در ریاست محترم جمهوری و شورای محترم امنیت تکیه زدند. نباید برای مردم دهنه غوری و برای مردم بغلان جوابگو باشند. در همین حال شماری از باشندگان بغلان از حکومت میخواهند که بغلان را از وجود هراس افغانان پاکسازی کنند. درد ما از دولت است که غور ما را نمیکنه. 3 ماه شده که مردم دهنه غوری آواره و در بدر پریشان است، به حال ماجرش کس رسیدگی نمیتونه. در واپسگیریش دولت کدام تصمیمی نداره. دیگر جایی که سقوط میکنه در 3 روز، در 5 روز، در 10 روز واپس گرفته میشه. این مردم مایوس شدن، آمدن به دروازه های مردم در آمدن که ما چی کنیم، فرار کنیم. بالاخره چاره نشد، وکیلای خود گرفتیم، در خانه وکیلای خود رفتیم که شما را ما نماینده به خاطر ازی نگرفتیم که بیاین معاش بگیرین، در جیبتان پرتین، در موترهای کروزی سوار شوین، در خانه تان برین، به درد مردمتان رسیدگی کنین. مردم ما بیچاره است، در هر جای داد میزنه
قماندانی امنیت غور نمیکنه، ولایت غور نمیکنه، ریاست امنیت ملی غور نمیکنه. در مجموع ادارات رهبری که در ولایت بغلان است باید اینا در شورای امنیت ملی گزارش بدن چرا در قسمت بازپسگیری دانه غوری اینا غور نمیکنن. از سوی دیگر باشندگان که از این ولسوالی بیجا شدند در وضعیت بد به سر میبرند. این خانواده ها میگویند که تا کنون هیچ کمکی از سوی حکومت برای آنان نشده است. فعلا در تحت 4 ماه شده که در شهر پلخمری مهاجر شدیم. در اینجا که ما زندگی میکنیم خودتان میبینید که نه بخاری است نه توشک است و یک اتاق خوش و خالی که امروز دولت هیچ توجه نکرده. در ریاست مهاجرین هم که میریم ریاست مهاجرین کدام گپ خلاصه نمیزنه که کمک میکنیم و یا نمیکنیم. اما تو مجمع میمونه. برادران پلیس ملی و محلی هستند. ما 3 ماه 4 ماه میشه که از ولسوالی دانه غوری مهاجر در بدر شدیم تا هنوز دولت توجه هیچی نکرده. ما زیر خیمه این روزها رو میبینید خودتان دیگه حاجتی نیست که برای ما تشریح خودتان. در روزهای نخست سقوط این ولسوالی به دست طالبان مقامهای محلی بغلان گفته بودند که به زودی این ولسوالی را از نزد طالبان باز پس میگیرند. اما با گذشت 3 ماه هنوز هم این ولسوالی از سوی طالبان اداره می شود. خواستیم تا نظر مقامهای امنیتی ولایت بغلان را در این مورد داشته باشیم اما آنان حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. و در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. این پیکارها 4 روز پیش با حضور 16 تیم از 8 کشور جهان در فلوریدای امریکا آغاز شده بودند. در فرجامین بازی این رقابت‌ها تیم‌های US استار امریکا و المصافی از افغانستان به مسافه هم رفتند و از سرانجام نماینده کشور با تفاوت 2 دوش در برابر رقیب خود شکست خورد و نتوانست که قهرمان شود. بازیکنان تیم المصافی در این رقابت‌ها با 2 پیروزی و 1 شکست روی دیدار پایانی شدند. اما بخت با آنان یاری نکرد و با پذیرفتن شکست مقام دوم را به دست آوردند. بازی را نخست در بخش بتینگ بازیکنان تیم US استار آغاز کردند و با از دست دادن تمامی بازیکنان خویش در 20 آور 182 دوش را به تیم المصافی هدف تعیین کردند. تیم المصافی با از دست دادن 9 ویکت نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و با تفاوت 6 دوش شکست خورد و به مقام دوم بسنده شد. بازی را در بخش بتینگ نخست تیم بوست آغاز کرد و با از دست دادن تمامی بازیکنان خود 353 دوش را انجام داد که از جمله رحمتشاه زرمتی برای تیم بوست خوب درخشید و 108 دوش را انجام داد و در مقابل برای تیم آمو در بخش بالینگ عبدالواسع خوش درخشید و 5 بازیکن حریف را از میدان بازی خارج ساخت. بازیکنان آمو در بتینگ بازی را خوب آغاز نکردند و یکی پس از دیگری ویکت‌های خود را از دست دادند. در نهایت در بخش نخست بتینگ خود با از دست دادن تمامی بازیکنان 159 دوش را انجام دادند که ننگیال برای تیم خود 45 دوش کرد و در مقابل برای تیم بوست در بخش بالینگ سید شیرزاد 7 بازیکن تیم حریف را از میدان مسابقه خارج ساخت. بازیکنان تیم بوست در بخش دوم بتینگ خود با از دست دادن تمامی بازیکنان خویش 464 دوش را انجام دادند که از جمله بار دیگر رحمتشاه زرمتی 162 دوش را به سود تیم خود رقم زد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم آمو بار دیگر عبدالواسع 6 بازیکن حریف را از میدان بازی خارج ساخت. در مقابل بازیکنان تیم آمو در بخش دوم بتینگ خود توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنان خویش 54 دوش را انجام دهند. برای تیم بوست در بخش بالینگ حمزه اوتک و عبدالباقی توانستند 4 بازیکن حریف را از میدان مسابقه بیرون سازند که در نتیجه تیم بوست با تفاوت 602 دوش تیم آمو را شکست داد. در پایان این دیدار رحمتشاه زرمتی با انجام دادن 224 دوش در بخش بتینگ از سوی کادر فنی برگزاری این پیکارها لقب بهترین بازیکن را به دست آورد.
در این دیدار نخست در بخش بتنگ بازی را یاران شهزاد محمدی آغاز کردند و با از دست دادن 7 بازیکن 124 دوش را انجام دادند که از جمله سومیا سرکار 26 دوش را به سود تیم خود انجام داد. در مقابل برای تیم چیتاکانگ رکنس در بخش بالنگ نبی ایساخیل میلیپوش برتر کرکت کشور خوش درخشید و 2 بازیکن حریف را از زمین مسابقه بیرون ساخت. بازی را در بخش بتنگ بازیکنان تیم چیتاکانگ رکنس خوب آغاز کردند و در آور 17ام بازی با از دست دادن 1 بازیکن هدف داده شده حریف را برآورده ساختند و با تفاوت 9 ویکت به برتری رسیدند. در پایان این دیدار تمیم اقبال با انجام دادن 62 دوش لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. بارسلونا در دیدار خارج از خانه برابر ریال سوسییداد با تساوی 1-1 متوقف شد و فاصله‌اش در صدر جدول لالیگا به 6 امتیاز افزایش یافت. روی 1 ارسال به پشت محوطه جریمه بارسا و تعلل مدافعان این تیم کارلوس ولا صاحب موقعیت شد، اما ضربه او از پشت محوطه 6 قدم را ترشتگن برگرداند. توپ برگشتی به ویلیان خوسه رسید و او هم با ضربه سر کار را تمام کرد. پس از این گل هم تیم میزبان به عملاتش ادامه داد، اما این بارسا بود که در دقیقه 59 به گل تساوی رسید. روی حرکت خوب نیمار از سمت چپ و پاس او به محوطه جریمه سوسییداد مسی را صاحب موقعیت کرد و مسی هم با یک شوت دقیق کار را تمام کرد. تیم میزبان خیلی سریع به این گل واکنش نشان داد و بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفت. فشار عملات این تیم در دقیقه 76 به گل منجر شد، اما داور به علت آفساید آن را نپذیرفت. چند دقیقه بعد کارلوس ولا بار دیگر خطرساز شد و این بار شوتش به تیر دروازه آبی و انوری ها برخورد کرد. تلاش میزبان در نهایت ثمره نداشت و بازی با همان نتیجه 1-1 به پایان رسید. بازی با برتری آرسنال آغاز شد و در دقیقه 12 و روی اشتباه مرگبار بازیکنان بورتموس الکسیس سانچز گل نخست بازی را به ثمر رسانید.